حبیبه رمله دختر ابوسفیان رضی الله عنها، یکی از ازواج مطهرات و مادران مؤمنانند. میتوان او را زن صاحب اراده و قوی ایمان وصف نمود. او برای آیندگان درسی در عقیده داد که بی‌نظیر است. پدرش ابوسفیان یکی از اشراف و بزرگان مکه بود. یکی از سرسخت‌ترین دشمنان اسلام نیز بود. او عقل اداره کننده جنگ احد بود. در غزوه خندق نیز نقش کلیدی داشت و سرفرمانده قوه‌های مسلح احزاب بود. علاوه بر همه این ثروتمند نیز بود. این حالنامه مختصر برای آن آورده شد تا قهرمانی رمله را که حالا نقل می نماییم بهتر درک نماییم. روز ابوسفیان برای حل نمودن مسئله سیاسی وارد مدینه شد. شفقت پدری او را به خانه رمله سوق داد تا از دخترش دیدن کند. خانه دخترش رمله که زوجه پیامبر صلی الله علیه و سلم بود آمد. وقتی وارد حجره دخترش شد خواست بالای فرش پیامبر صلی الله علیه و سلم نشیند. رمله چابکی نمود و فرش را از زمین برداشت و جمع کرد. ابوسفیان حیرت زده به دخترش خطاب نموده گفت: فرش را سزاوار من ندیدی یا مرا سزاوار این فرش نمی حسابی؟ دختر به پدر گفت: این فرش رسول الله صلی الله علیه و سلم است. تو باشی مرد مشرک و نجس هستی. دوست ندارم که بالای فرش رسول الله صلی الله علیه و سلم نشینی. وضعیت عجیب بود. دختر مگر با پدر چنین برخورد میکند؟ مگر او مهمان نبود؟ حق پدری نداشت؟ و همچنین سوالهای دیگر. اینجا مهمتر برای ما واژه رسول الله را استفاده بردن حبیبه است. نگفت این فرش شوهرم که چه بسا این عبارت پدرش را میرنجانید، بلکه گفت فرش رسول الله، یعنی قبل از آن که از من رنجی یا نرنجی یک نکته فاصلوی را خوب درک کن. من به همه کس از نقطه نظر عقیدوی بها میگذارم قبل از آن که از نقطه نظر زن و شوهری و یا خویش و تباری بها دهم. اینجا من در فکر فرش رسول الله هستم، نه شوهرم. بنابراین تو که به رسول الله ایمان نیاورده ای و رسالت او را قبول نداری، تو مشرک و نجس هستی. من و تو عین زمان نه همچون پدر و دختر بلکه همچون مسلمان و کافر گفتگو داریم. این است ایمان. ایمانی که حیات انسان را به کلی دیگر میکند، آنچنانی که باران زمین خشکیده را دیگر میکند. خوشا به حال آنانی که زمین دلشان برای قبول باران رحمت که مانده ایمان است آماده است. رمله نیز دل داشت که زمینش با پلماسیدن باران واده های دلش را سیراب نمود و باران از آن واده ها به همه عضوهای بدنش راه یافت و چنان به جوش و خروش حرکت میکرد که حتی مشرکی که پدرش بود پیش نظرش ننمایید. خداوند فرمود: انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها. الله تعالی از آسمان آب فرا فرستاد. آنگاه رودها هر یک به اندازه گنجایش خود جاری شدند. سوره رعد آیت 17. بنابراین حتی نگذاشت که بدن مشرک گرچه نزدیکترین انسان باشد هم با فرش پیامبر صلی الله علیه و سلم در تماس باشد. البته ابوسفیان رضی الله عنه من بعد ایمان آورده از بزرگواران اسلام شد، ولی این صحنه جالب میان دختر و پدر برای مؤمنان در شناخت مقام پیامبر صلی الله علیه و سلم درس مؤثر
باقی ماند.